بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوش آمدید به قسمت ششم درس ما. امروز باز هم بعضی برنامه هایی که در درس های قبلی از برنامه دسپیسی باقی مانده بود امروز به شما معرفی میکنیم. در قدم اول برای دسپیسی رایت کلیک نموده، بعدا آپشن منیجر انتخاب میکنیم. بعدا دوستا ببینیم در این قسمت یک صفحه که باز میشه به نام کامپیوتر منیجمنت یاد میشه که کامپیوتر منیجمنت بعض آپشن ها و یا پروگرام های دیگر داره که اولین پروگرامش به نام سیستم تولز می باشه که سیستم تولز بعض برنامه های دیگر می داشته باشه مانند تاسک اسکیجول، ایونت ویور، شیر فولدر، لوکال یوزر اند گروپس، پرفورمنس و دیوایس منیجر می باشه. و همچنان پروگرام دیگر برنامه استوریج است که هم برنامه های دیگر داره از قبیل دیسک منیجمنت، سرویس اند اپلیکیشن می باشد. پس دوستان درس خود با معرفی کردن برنامه سیستم تولز آغاز میکنیم که اولین درس ما به نام تاسک اسکیجولینگ است. زمانی که ما بالای برنامه تاسک اسکیجولینگ کلیک ماییم پس ببینیم دوستا یک صفحه دیگر باز میشه که این صفحه را برنامه داشبورد تاسک اسکیجولینگ یاد میکنه که اولین آپشن برنامه اوورویو آف تاسک اسکیجولینگ است که به معنی از است یعنی به شکل جزئی معلومات درباره تاسک اسکیجولینگ با ما در اینجا ارائه کرده. پس به طور مختصر به شما تاسک اسکیجول معرفی میکنیم که تاسک اسکیجول به خاطر یعنی به جریان انداختن برنامه های مشخص از قبیل ویندوز اپس یا تمام پروگرام های ویندوز، وبسایت هایی که بسیار مغلق باشه و به خاطر ایمیل روان کردن یا فرستادن ایمیل و به خاطر نشان دادن مسیج باکس یا همون مسیج یا متنی که وجود داره بر ما یعنی وظیفه مهم و مشخصش به خاطر جریان انداختن همین اپلیکیشن ها و یا همین پروگرام ها می باشه. و وظیفه عمده تاسک اسکیجول به خاطر اداره کردن واقعاتی که در ویندوز و یا در کامپیوتر ما رخ میده از طریق تاسک اسکیجول ما میتونیم که اینا منیج کنیم و یا اداره کنیم. و همچنان توسط تاسک اسکیجولینگ ما میتونیم که زمان مشخص به شکل ماهوار، هفتهوار و یا روزانه ما تنظیم کنیم به خاطر حوادثی که به کامپیوتر ما رخ میده و یا هم پروگرام ها را نظر به تایم، نظر به تاریخ میتونیم که تنظیم و یا تقسیم بندی نماییم. پس تاسک اسکیجولینگ وظیفه عمدهش به خاطر تنظیم کردن وظایف پروگرام ها در کامپیوتر می باشد به چی زمان باید که این پروگرام باز شود و به فعالیت آغاز کنه. و در این قسمت دوستا ببینین آپشن دیگه به نام تاسک استاتس میشه یعنی امو فعالیت و یا حالت پروگرام به ما در این قسمت نشان میده. status of tasks that have started in the following time period میگه امو حالتی که یک تاسک یا یک وظیفه شروع میشه نظر به زمان و وقت بگوین که در این قسمت به شکل دیفالت last 24 hours انتخاب شده یعنی در 24 ساعت آینده باید اینمیز تاسک یا ببخشید دوستان در 24 ساعت گذشته باید امی تاسک و یا وظیفه ما شروع گرده بیش از 24 ساعت. و همچنان آپشن دیگرش برنامه لاست آور است یعنی در قسمت لاست آور یعنی امو تایم و یا ساعتی که اخیر باشه باید شروع شوه. لاست 7 days یعنی امو آخر 7 روز بعد یعنی بعد از 7 روز بعد باید امی تاسک ما در جریان و یا در شروع شدن برنامه ما باشه. و لاست 30 days به معنی ازی است که وظیفه ما و یا امی پروگرام ما بعد از 30 روز بعد باید شروع شود یا در 30 روز باید امی پروگرام ما دالت جریان باشه. و در قسمت دوستا ببینین که بعض آپشن های دیگه وجود داره برای تاسک نیم، رن، ریزالت، رن استارت، رن اند، ترایگرت. این قسمت چون ما هیچ کدام پروگرام تنظیم نکردیم و در این قسمت به ما نشان داده نشده و از این خاطر است که این قسمت خالی به ما نشان داده شده. و آپشن دیگرش برنامه اکتیو تاسک می باشه یعنی امو تاسک ها وظایف که فعالیتش همیشه جریان دارد در این قسمت بر ما نشان بده. پس ببینین دوستا
در قسمت گفته active task or tasks that are currently enabled and have not expired، یعنی او active task یا مو تاسک هایی که به شکل فعال می باشه، او تاسک هایی گفته میشه که همیشه فعال می باشه و هیچ تایم به خاطر اکسپایر شدن نمی داشته باشه و هیچ وقت از بین نمیره و خراب نمیشه. مثلا بعضی برنامه های مثل ورد است و مثل مپس اپدیت است و مایکروسافت است که در این قسمت زمانش یادآوری کرده، ایونتش یا تارگت اما حادثه‌ای که رخ داده در کدام روز و در کدام تاریخ، همش در این قسمت به ما ذکر کرده. و در این قسمت دوستا ببینین یک بتن و یا بتن دیگر وجود داره که به خاطر ریفرش ساختن و یا به خاطر تازه ساختن برنامه ما استفاده میشه. زمانی که ما کلیک کردیم بالای ریفرش، پس تمام امی برنامه های ما در این قسمت ریفرش و یا تازه میشه. پس دوستا در این قسمت طرف چپ سیستم ما آپشن دیگر به نام اکشن وجود داره، یعنی تمام امی آلات و وظایفی که شروع میشه در زمان مشخص با کدام حوادث به خاطر کدام دلیل، پس از این طریق ما میتونیم اداره کنیم. اولین آپشنش به نام کرییت بیسیک تاسک میباشه. زمانی که بالای از کلیک نماییم ببینیم دوستا در قسمت یک صفحه دیگه باز شد که این قسمت تمام امور تاسک و یا وظایف را که ما ایجاد میکنیم نظر به یک دلیل و نظر به تایم و زمان مشخص ما تنظیم میکنیم. اولین آپشنش گفته که نام و امور تاسک و یا اکشن یا پروگرامتان نشته کنین. پس این قسمت ما نشته میکنیم ورد و دسکریپشن ورد 2016. فقط یک معلومات بسیار مختصر میتیم چون وقت زیاد میگیره. فقط ما به شکل به خاطر که از اینکه شما بفهمین خوبتر بفهمین بر شما یعنی معلومات داریم که دسکریپشن معلومات اضافی درباره همون پروگرام می باشه. پس ببینید دوستا کلیت بیسیک تاسک اول یا آپشن انتخاب شده. زمانی که ما کلید یا بتن نکست ما انتخاب یا فشار بدیم، پس ببینیم در ترایگر میریم. ترایگر یعنی هدفتان چی است؟ When do you want to task to start؟ کدام زمان میخواهید که می تاسک یا وظیفه تان شروع شود؟ دیلی، روزمره، ویکلی، هفتوار، منتلی، ماهوار، one time یک وقت. when the computer starts زمان کامپیوتر شروع شود. when I log on زمانی که ما کامپیوتر را روشن کنیم. when a specific event is logged و یا زمانی که یک حادثه بسیار مشخص لاگ شود یا با وجود بیاید. پس باز هم ما امی دیلی را روزانه را انتخاب میکنیم. یعنی این به معنی از این است که باید این وظیفه ما تا چی مدت وجود داشته باشه و تا چی زمان باید زمانگیر همین وظیفه ما باشه. پس دوباره بتن نکس فشار داده و در قسمت دیلی رفته. در قسمت دیلی به معنی از این است که از کدام تاریخ شروع شود تا کدام تاریخ. پس از دیتش از 10/27/2020 تا و زمانش از این قسمت است و دوم سینکرونایز اکراس تایم زونز. زمانی که ما این کلیک کنیم پس این تطابق میکنه به تمام زمان جهانی، یعنی چی در کابل باشه چی در خارج از کشور باشه. پس از این طریق ما امی تایم مشخص میشه با تایم های جهانی. و ریکور every day آیا میگه ای به هر روز اوقاب بپیونده؟ پس میگیم بله. پس باز هم دکمه نکس انتخاب کرده و در قسمت اکشن دوستا ببینید گفته what action do you want to the task to perform؟ کدام عمل میخواین که امی وظیفه تان انجام بده، یعنی زمانی کدام وقت امی تاسک تان فعالیت شروع کنه. استارت پروگرام زمانی که ما پروگرام شروع کنیم و یا به شروع کردن پروگرام اقدام کنیم. دومش سندن ایمیل و یا به خاطر روان کردن یک ایمیل باشه و یا دیسپلی مسیج و یا باز هم به خاطر دیسپلی کردن نشان دادن یک مسیج این وظیفه ما شروع به فعالیت کنه. پس باز هم دکمه نکس فشار داده و در این قسمت دوستا ببینین که باز هم یک آپشن دیگه به نام پروگرام اسکریپت داده شده است که در این قسمت ما میتونیم که از طریق پت همو پروگرام خود باز کنیم. پس ما در این قسمت خواستیم که برنامه ورد باز شود و در این قسمت براوز رفته و همو پت و یا راه همو پت پروگرام ما را ما پیدا میکنیم. اول در قسمت
دوستا در درایو سی رفته. بعدا در پروگرام فایل میریم. بعدا مایکروسافت آفیس 16 در قسمت دوستا ونورد، چون ما برنامه ونورد میخواستیم تنظیم کنیم یا ورد، پس در قسمت ورد پتش انتخاب کردیم، اوپن میگیم. پس در قسمت دوستا ببینین که امی ورد ما پتی که مربوط برنامه ورد میشه در قسمت ما پیداش کردیم و یعنی در قسمت سازگارش کردیم. و در قسمت دوستا اد آرگومنتس مانا به معنی ازی است دوستا که با وجود که ما پت یک پروگرام بگیریم، پروگرام آرگومنتس هم می داشته باشه. ببینید دوستا در قسمت ببرتان امو آرگومنتس نشان میتم. در قسمت تاسک منیجر رفته. در قسمت ببینید دوستا که برنامه های وجود داره، کامل این پتای برنامه ها را بر ما نشان داده. از قبیل ببینید دوستا اینی قسمت برنامه را، اینی قسمتی که در پت خود برنامه وجود داره، اینی برنامه آرگومنت یاد میکنه که مربوط کدام برنامه است. ببینیم این مربوط برنامه کورتانا میشه. کورتانا در این قسمت ببینیم دوستا زمانی که بعد از پت نمی داشبورد که وجود داره یا نه. ببینید دوستا از این قسمت شروع تا آخر برنامه آرگومنت یاد میکنه که با وجود که اگر پت ما پروگرام اضافه نکنیم، از طریق آرگومنت هم میتونیم یک پروگرام باز کنیم. امید که فهمیده باشین. بعدا دوستا رفته استارت این آپشنال، یعنی میتونین که استارت در آپشنال انتخاب کنین که کدام وقت باشه. پس نشته میکنیم دی نیکست گفته و بعدا تمام پروسس ما ختم میشه و بتن فینیش فشار. پس ببینید دوستا امون پروگرام که در این قسمت ما اضافه کردیم برای ورد بود. استاتسش ریدیز ترایگرش یونیت تایم باید افریدی و هر روز شروع شوه و نیکست رن تایم یعنی دیگه زمانی که باید دوباره رن شوه اینی تاریخ است. لاست رن تایمش اینی زمان است و تمام امو اسکیجولینگ که ما کریت کرده بودیم در این قسمت با ما نشان داده میشه. پس زمانی که ما دوستا بالای همین برنامه ما رایت کلیک نموده و رن بگوییم، پس ببینیم که در این قسمت امو اسکیجولینگ و یا تنظیماتی که انجام داده بودیم در این قسمت با ما نشان داده می شود. مستقیم برنامه ورد از قسمت تاسک اسکیجولینگ ما اوپن و یا باز میکنیم. پس دوباره در قسمت تاسک اسکیجولینگ رفته. پس دوباره ان میگیم، do want to end میگیم است. پس ببینید دوستا همزمان همین برنامه ورد ما بسته شد و کار خود تمام کرد. و در این قسمت دوستا دیسیبل میتونیم که برنامه را دیسیبل و یا غیر فعال کنیم و پس دوباره انیبل و یا فعال کنیم. و در این قسمت دوستا باز هم در قسمت اکسپورت به معنی از یک برنامه را میتونیم که و دیگه بخش ها اکسپورت و یا بفرستیم. مثلا بگویم اکسپورت ورد در قسمت بگویم دسکتاپ ای سیف شوه برو اکسپورت ما. پس ببینید دوستا ای در قسمت دسکتاپی را روان کردیم. ببینیم که در قسمت دسکتاپ آمده. ببینید دوستا در این قسمت ما همین برنامه خود اکسپورت کردیم و یا و جای دیگه فرستادیم. باز هم دوستا رفته و رایت کلیک نموده و اپشن دیگه برای پراپرتیز است که پراپرتیز باز هم امو کارهایی را که انجام دادیم اینجا کمک اضافه تر به ما نشان داده شده که در جنرالش نام برنامه ما به نام ورد بوده. لوکیشن موقعیت چه گفته، آتورش که به کدام کامپیوتر ای جو شده نشان داده شده. دسکریپشن معلومات میخواهد که ما باز هم نشان میکنیم word is useful program useful program. و در قسمت security option که میتونیم میگه when running the task use the following user account. و از این طریق میتونیم که بگیم change user or group که میتونیم که بگیم که کدام یوزر از استفاده کرده بتونه
آیا ادمنستریتور باشه و نام پی سی باشه. پس از این طریق ببینیم دوستا ادمنستریتور نشته کرده. ما در قسمت ادوانس رفته فایند ناو گفته و ادمنستریتور را انتخاب میکنیم. اوکی میگیم. یعنی میتونه که LMPC ادمنستریتور از امی اسکیجولینگ و یا تاسک به خاطر اجرا کردن و فعالیت انداختن وظایف پروگرام ها استفاده کرده میتونه ادمنستریتور. و دیگر آپشن برای run only when user is logged on. فقط میتونه که یک یوزر زمانی که ای لاگین باشه داخل کامپیوتر فعالیت داشته باشه از این استفاده کنه. و دوم آپشن run whether user is logged on or not. میگه و یا بتونه کسی ایره در جریان یا در فعالیت بگذاره پروگرام که زمانی که یوزر لاگین باشه و یا نباشه، یعنی یوزر در داخل خود کامپیوتر فعالیت داشته باشه و یا نداشته باشه. پس از این طریق ما میتونیم که کنترل کنیم. زمانی که ما آپشن را فعال کنیم پس آپشن دیگه به نام do not store password the task will only have access to local computer resources. و زمانی که ما این آپشن را فعال کنیم پس این به معنای ازی است که ما کدام پسورد دیگر را استور کردن نمیتونیم و هیچ کس به منبع کامپیوتر یعنی به لوکلی و کامپیوتر دسترسی پیدا کردن نمیتونه. پس دوباره رفته امی آپشن run only when the user is logged on خوبتر است، یعنی سکیوریتیش بالاتر است. از این طریق ما استفاده کرده میتونیم. و آپشن دیگه run with highest privilege. ما میتونیم این پروگرام در حالت جریان بگذاریم زمانی که ما پریویلیج و یا اجازه نامه بسیار بالا داشته باشیم. پس از این طریق ما استفاده کرده میتونیم. هیدن یعنی تمام پروگرام میتونیم که هاید کنیم. Are you sure to make this task non-hidden? Yes. پس configure for Windows میتونه که این امی تاسک ما را کانفیگر شود با ویندوز 10 با ویندوز 7 و ویندوز وستا. پس ویندوز 10 را ما انتخاب کرده، یعنی دمی ویندوز 10 با ما همین جریان و یا فعالیت پروگرام با ما نشان بدیم. بعدم دوستا در قسمت ترایگر رفته. ترایگر قبلا هم گفتم دوستا که به معنی از این که امو ایونت و یا حادثه که در قسمت رخ میده که در کدام روز در کدام یعنی هدفش چی است، به خاطر چی استفاده میشه، استاتسش چی است. از این طریق ما استفاده کرده میتونیم. مثلا بگویم نیو. پس ببینید دوستا در نیو ترایگر در قسمت گفته begin the task on a schedule at a login. میگه اگر میخواین که یک تاسک آغاز شود در چه وقت on a schedule، یعنی زمانی که تقسیم بندی شود یا برایش یک تقسیم اوقات جور کنیم. at login زمانی که این فعال باشه. at startup زمانی که آغاز کار باشه. on idle on a event یا زمانی که یک حادثه رخ بده. پس ما امی و دیگه بخشای دیگه هم به می معنی می باشه. پس ما امی آپشن آن اسکیجول انتخاب میکنیم به خاطر تقسیم بندی یا تقسیم اوقات جور کردن زمان و دیت و تاریخ استفاده میکنیم. one time daily weekly monthly. آیا میگه این تاسک ما در یک وقت رخ بده daily weekly monthly. پس میگیم دیلی باید انتخاب شود. دیلی یعنی هر ثانیه در این قسمت به ما حساب میکنه و یا اموی وان تایم ما انتخاب میکنیم. استارت دیتش این تاریخ باشه و تاریخش این تاریخ باشه. سایکرونایز اکراس تایم زون هم قبلا براتون گفتم که زمانی که فعال باشه پس این سازگار میشه با تمام یعنی امی تایم های جهانی. و آپشن دیگرش به نام ادوانس setting. اولش دیلی تاسک فار اپ تو رندم دیلی کی را میتونیم که از طریق امی تاسک ما را میتونیم که از یک ساعت زیادتر تاسک ما فعالیت کنه. آیا 30 ثانیه باشه، 1 منت باشه، 30 منت باشه. زمانی که ما همی تاسک یا وظیفه و یا پروگرام خود باز کنیم باید مدتش چقدر باشه. 30 دقیقه در بر بگیره، 30 ثانیه را، 1 ثانیه را، 1 ساعت، 8 ساعت و یا 1 روزه. پس هم 1 hours ما انتخاب کرده میتونیم و هم میتونیم که با دیفالت خود ما در این قسمت نوشته کنیم. repeat task every 1 hour. میگه زمانی که ما
امی تاسک جور کردیم و یا تقسیم اوقات بر جور کردیم، باید این تاسک هر روز ساعت یک دفعه یا هر ساعت بعد یک دفعه این تاسک ما تکرار شود. یعنی زمانی که ما در اسکیول نباشیم، یعنی مطلب ازی است که به شکل اتومات یک ساعت بعد امی وظیفه ما خود یعنی جریان پیدا کنه، با فعالیت آغاز کنه. for a duration of one day، آیا امی به یک روز باشه، به 2 روز باشه، به 3 روز باشه، به یک هفته باشه و یا زیادتر باشه. stop all running task at the end of repetition duration. میگه تمام اینمی تاسک ها و یا پروگرام های ما که تا حالت جریان می باشه، تمامش چی شود؟ تمامش امی تکرار کردن دوباره و یا آغاز کردن فعالیت خود همشان بسته کنه و تنها امی برنامه که خود ما اسکیجول تقسیم بندی کردیم در این قسمت به ما نشان داده شود. و stop task if it runs longer than، میگه و یا همون تاسک ما استارت شود زمانی که این زیادتر از 3 روز جریان پیدا کنه. این آپشن به این معنی است. اکسپایر دیتش هم میتونیم که بگوییم که در این تاریخ باید اینمی برنامه ما اکسپایر شود و دیگه هیچ وقت به فعالیت آغاز نکنه. این همش به طور اتومات اگر ما تنظیم کنیم، به طور اتومات تمام اینمی تایم و تاریخ و همه چیزی که ما در این قسمت تنظیم میکنیم به شکل اتومات برنامه ورد ما باز میشه. پس اوکی گفته دوستان. و در این قسمت دین تریگر دیگه به برنامه ورد اضافه کردیم. و در این قسمت دوستا برنامه دیگه به نام میبخشید دوستا آپشن دیگه به نام اکشن وجود داره که در این قسمت ما باز هم رفته در قسمت نیو. پس ببینیم که اکشن، وظیفه اکشن چی می باشه. قبلا هم در درس قبلی خواندیم که امی اکشن و یا عملش باید توسط استارت پروگرام، یعنی زمانی که یک پروگرام ما باز کنیم فعالیت خود آغاز کنیم، زمانی که اینمی پروگرام ما باید به شکل ایمیل فرستاده شود، دیسپلی مسیج و یا هم به شکل پیام به ما نشان داده شود. پس نخیر میگیم به استارت پروگرام به شکل از اینکه یک پروگرام روشن میشه و شروع به فعالیت میکنن، در قسمت به ما باید نشان داده شود. و باز هم دوستا همی پروگرام اسکریپت قبلا هم بر شما گفتم که همون پد و یا همون راهی که یک پروگرام در او وجود داره که در کدام فولدر می باشه، در کدام قسمت می باشه، موقعیت دقیق پروگرام از این طریق ما پیدا میکنیم. قبلا ورد از کدام قسمت پیدا کنیم و از این قسمت نصب میشه. و حد آرگومنتس هم براتون گفتم دوستا که بعد از دبل کوتیشن و اسکور یک موقعیت دیگر نشان میده که نمو آرگومنت خود کامپیوتر است که بدون پد میتونیم از طریق آرگومنت هم برنامه خود رو باز کنیم. استارت اینا و یا می پروگرام ما به شکل آپشنال و یا به شکل اختیاری میتونیم بگیم 1 روز بعد، 2 روز بعد و یا 3 روز بعد باید شروع شود. پس دوستا این قبلا خواندیم دیگه مشکل وجود نداره. بعدا دوستا در قسمت آپشن کندیشن رفته و از نامش پیداست که کندیشن همون شرایط یک پروگرام میگه و حالین آپشنش به نام start the task only if the computer is idle for، یعنی میگه زمانی که پروگرام شروع میکنه یا وظیفه شروع میکنه و کامپیوتر به خاطر از او سست شده 10 minutes، یعنی انتخاب میکنیم که start the task only if the computer is idle for. میگه کامپیوتر به خاطر اینمی وظیفه، به خاطر اینمی پروگرام سست شده، به خاطر به 1 دقیقه یعنی کامپیوتر هم تو جا میمانه یا سست میمانه و یا به طور خلاصه بگویم بیهوده کار نمیکنه و یا 10 منت، 15 منت، 30 منت و یا زیادترش 1 ساعت است. و همچنان اختیاری ما میتونیم از این طریق خود ما تایپ کنیم wait for idle for و انتظار میکنیم به خاطر امی بیهوده شدن کامپیوتر ما، به خاطر سست شدن کامپیوتر ما و یا به خاطر ماندن کامپیوتر ما 1 ساعت، 1 منت، 5 منت، 10 منت، 15 منت و یا 15 دقیقه. پس از این طریق ما خود ما شرط و یا امو شرایط تنظیم میکنیم. و آپشن دوم برام stop if the computer causes to be idle و میگه استاپ شود کامپیوتر
به خاطر که سبب شده به خاطر همین سوست شدن و یا هنگ ماندن کامپیوتر سبب شده. پس اونمو پروگرام ها باید همزمان خود استارت کنه و ریستارت if the idle state resume و باید دوباره روشن یعنی خاموش ها دوباره روشن شود زمانی که اینمی حالت بیهوده کامپیوتر در حالت جریان است. در این قسمت دوستا آپشن دیگه به نام پاور است. start the task only if the computer is on AC power یعنی زمانی که همی کامپیوتر ما شروع با فعالیت کنن زمانی که AC پاور ما روشن باشه. و آپشن دیگه به نام stop if the computer switch to battery power میگم این فعالیت باید استاپ کنه زمانی که کامپیوتر ما سویچ و یا گزینه دیگر انتخاب کرده باشه و یا کانکت شده باشه یا سویچ کنیم فشار بدیم بطری پاوره. و آپشن دیگرش برام ویک دی کامپیوتر تو not start میگه باید کامپیوتر ما ارچاجلتر به خاطر جریان انداختن وظیفه روشن شود و یا تازه شود. آپشن دیگهش برام نتورک است. start only if the following network connection is available میگه امی تاسک ما زمانی که نمی آپشن ها را ما تک کنیم به معنی این است که ما میتونیم یعنی تاسک ها را نظر به اینمی کندیشن های اینمی شرایط ما میتونیم که کامپیوتر خود در اجراحات و فعالیت های پروگرام ما کمک کنیم. پس بگویم دوستان نتورک در قسمت مربوط نتورک میشه که آپشن ریستارت only if the following network connection is available میگه زمانی همی پروگرام جریان پیدا کنه زمانی که ارتباط نتورک اویلیبل و یا وجود داشته باشه. پس انی کنکشن در این قسمت ما میتونیم که تمام امو پس دوستا ببینین تمام امو کنکشن هایی که وجود داره در این قسمت به ما یادآوری شده مثل پانتون رانا و یا تمام امو نتورک هایی که اویلیبل است در این قسمت به ما نشان داده شده. پس چون این قسمت ما نتورک نداریم از این خاطر ما از این بخش فقط همون نمایش میبینیم که دیجا وجود داره و زمانی که این نتورک رانا یونیورسیتی دیجا کنکت شد پس از طریق این نتورک ما میتونیم یک پروگرام به فعالیت باندازیم و فعالیت آغاز شود. دوستان این قسمت آپشن برنامه ستینگ وجود داره زمانی که بالایش کلیک نماییم. پس ببینیم دوستان این قسمت تنظیمات وجود داره که باید ما دلخواه را جور کنیم. اولش گفته است additional setting that affect the behavior of the task این در قسمت امو ستینگ اضافی را به ما تنظیم میکنه به خاطر از اینکه موثر است به خاطر همی مشخصات وظایف پروگرام. اولش allow task to be run on demand میگه یعنی اجازه بدیم تاسک ما را به مو مقصدی که ما کریت کنیم به مو مقصد رن شود و دومش run task as soon as possible after scheduled start is missed و همچنان امی پروگرام ما باید هر چیز زودتر یا وظیفه که ما با وجود آوردیم شروع با فعالیت کنه هر قدر زودتر شود و بعد از اسکیجول بعد از امی که تقسیم قد برش جور کنیم یا تقسیم بندی کردیم start is missed و امی شروع شد از حالت جریان مس شد و از بین بره. if the task fail restart every میگه زمانی که امی تاسک ما ناکام شد پس هر نقبات یعنی هر منت بعد و هر یک نقبات باید شروع شود یعنی یک بار روشن خاموش شود دوباره روشن شود. attempt to restart up میگه باید بعد از این وقتی چی شود دوباره خاموش و روشن شود. آپشن دیگهش برام stop task if it runs longer than و همچنان میگه امی تاسک یا برنامه ما باید حالت جریان باشه یعنی بیشتر از 3 روز. ببینیم آپشن های دیگه چی است دوستا. بیشتر از 3 روز 1 روز 12 ساعت 8 ساعت 4 ساعت 2 ساعت و یا 1 ساعت باشه. پس دیفالت 3 دیس است و همچنان با میتونیم که خودمون دلخواه از این قسمت تنظیمش کنیم. و آپشن دیگرش if the running task does not an event requested forced to stop میگه زمانی که یک پروگرام حالت جریان باشه و می ریکوست قبول نکنه که باید استارت شود پس ما باید به
خود ما فورس کنیم یا جبری او را استاپ کنیم زمانی که تک باشه. و آپشن دیگه گفته if the task is not scheduled to run again delete it after. میگه زمانی که ما تک بگیم دوستا، میگه زمانی که ما یک تاسک اسکیجول نکردمش و دوباره با فعالیت آغاز کنه، پس باید خودش آپشنال یا اختیاری بعد از 30 روز از بین بره. و if the task is already running then the following rules applies. میگه زمانی که میگه پروگرام قبلا یا پیش از پیش رن شده باشه، پس باید رول های که در قسمت پایینی ذکر شده فالو کنیم و یا تعقیب کنیم. Do not start a new instance. زمانی که میگه یک پروگرام ما قبلا دولت جریان است، پس آپشن اولش do not start a new instance، یعنی دیگه کدام پروگرام نو ما باید شروع نکنیم. آپشن دیگه run a new instance in a parallel. و یا ما میتونیم یک پروگرام نو به شکل موازی ما پروگرام نو باید رن کنیم و دولت فعالیت قرار بدیم. queue a new instance. و یا هم میتونیم که یک برنامه جدیده و دوستا در قسمت باز هم آپشن دیگه برام queue a new instance. و یا میتونیم که میگه یک پروگرام نو یا میتونیم که در صف قرار بدیم، در صف امی پروگرام قرار بدیم. دی استاپ دی اگزیستنگ instance. و یا ما استاپ کنیم و یا از بین بریم و توقف بسازیم اما برنامه هایی که قبلا باز شده باشه. پس دوستا این قسمت ستینگ معلوماتی که بود بر شما تشریح کردیم و در قسمت هیستوری بعض معلوماتی که وجود داره و تاریخچه وجود داره در این قسمت بر ما نشان داده شد. پس دوباره بطن اوکی را کلیک نموده. پس ببینیم دوستا اون تغییراتی که در قسمت برنامه وارد و یا اسکیجول که در قسمت برنامه وارد ما انجام داده بودیم از این قسمت ما باز هم تنظیمش کردیم. و دوستا آپشن دیگه برنامه کریت تاسک که قبلا در پراپرتیز ما تمام درس بر امی آپشن ها را بر شما معرفی کردیم. پس این آپشن ها تکراری است. پس از این قسمت ما این کلوز نموده و به قسمت برنامه بعدی ما میریم. ایمپورت تاسک. ما اگر قبلا کدام تاسک داشته باشیم و یا اکسپورت کرده باشیم، پس از این طریق ما دوباره پس ایمپورت کرده میتونیم. پس ببینیم دوستان ما قبلا اکسپورت کردیم در روی دسکتاپ می برنامه ورد، پس ما ایمپورت میکنیم. پس در این قسمت میگم با همون پراپرتیز سایز میگیم درست است. پس دوباره قسمت اوکی را فشار داده که قبلا میگه این نام وجود داشته. پس زمانی که ما یک نام دیگه به این قسمت بتیم و یا ورد 2016 نوشته کنیم، پس دوباره امو برنامه ما به ما سپورت میشه. دیدین دوستا در این قسمت دوباره بر ما امی برنامه که قبلا اکسپورت کرده بودیم پس دوباره ایمپورت شد. display all running پروگرامز و یا تاسک. تمام امو تاسک هایی که دولت جریان است در این قسمت به ما نشان میده. پس ببینید دوستان امو پروگرام هایی که در قسمت یعنی در جریان است در این قسمت به ما نشان داده شده. و enable all task stories. تمام امی استوری و یا تاریخچه که درباره یا تاسک ما تمامش به ما در این قسمت نشان میدین. بیشتر قبلا دوستا ما در قسمت پراپرتیز رفتیم، در این قسمت استوری دیسیبل بود. پس حالا بریم دوستا ببینیم که انیبل شده و تمام امو تاریخچه خود امو برنامه را به ما در این قسمت نشان میده. و نیو فولدر ما میتونیم که یک فولدر نو جور کنیم که به نام مثلا بگوییم که اکسل. در این قسمت ما دوستا ما میتونیم که بگوییم که یک فولدر نو در این قسمت ما ایجاد کردیم به نام اکسل. پس دوستا امون فولدر از این قسمت پس دوباره ما میتونیم که به دست بیاریم. ببینید دوستا در این قسمت ما یک فولدر به نام اکسل جور کردیم و که مربوط تاسک اسکیجول لایبرری میشه و در این قسمت ما میتونیم که همه امو ایونت و یا اسکیجولینگ کردیم در این قسمت ما اضافه کنیم. ببینید دوستا هیچ کدام چیز وجود نداره. باز اب رفته دوستا در قسمت ویو ما میتونیم که کالم اد کنیم، شو پریویو پن نشان بدیم. ببینید دوستا اد کالم میتونیم که از قسمت ترایگر یا ما یک ترایگر یعنی این قسمت یک کالم با وجود بیاره.
و همین قسم هیدن تاسک باشه. کدام تاسک ما اگر هایت شده باشه از این قسمت ما دوباره پس ویوش میکنیم و این قسمت تغییرات در این قسمت بر ما با وجود میاره. بس در قسمت ریفرش هم ما قبلا خواندیم که در این قسمت ما توسط این بتن ریفرش ما تمام پروگرام ما را ریفرش یا تازه میکنه. هلپ بتن هم بخش که کمک میکنه. سلکتد آیتم که ما قبلا در قسمت درس ما خواندیم دوستا ببینیم که گفتیم اگر بالای پروگرام ما رایت کلیک کنیم رن دیسیبل از این طریق انجام داده میتونیم و از این طریق هم ما تمام امی پروگرام ما را پراپرتیز و یا امی تغییرات و یا امی رن کردن و هند کردن از این طریق کنترل کرده میتونیم. پس دوستا در این قسمت ما رفته دلیت میگیم. پس ببینیم همون تاسک ما از این قسمت دلیت میشه. خب دوستا امید که درس که مربوط تاسک اسکیجولینگ میشه همیشه فهمیده باشین و درک کرده باشین. باز هم میگم دوستا تاسک اسکیجول به خاطر برنامه ساختن و تقسیم بندی تایم و وضع برنامه ها و حوادث که رخ میده با یک پروگرام از این طریق ما منیج کرده میده. امید که از درس تاسک اسکیجولینگ چیزا مخته باشین. تا درس بعدی ما وقتتان بخیر.